خدمات درک پرینس تقدیم می کند. شالوده ایمان. درس اول، بنا کردن بر روی صخره. بر اساس تجربه یاد گرفتیم هیچ راه موثرتری برای رها کردن قدرت خدا در شرایط خاص نیست جز با ایمان کلام خدا را اعلام کردن. در حقیقت من بارها این مطلب را به مردم گفتم، خسته نشدم. اگر یاد نگرفته بودیم که چگونه از سلاح اعلان کردن استفاده کنیم، شک دارم که امروز من و روت زنده اینجا بودیم. هر دوی ما در زندگیمون شرایط سخت و بیماری‌های حادی را پشت سر گذاشتیم. در واقع سالها پیش من به بیماری مبتلا شده بودم، یا بهتر بگم به چیزی مبتلا شده بودم که به طور طبیعی کشنده بود. اما امروز اینجام و از پزشکان و خداوند و قدرت کلام او که در من عمل کرد سپاسگزارم و امروز زنده و سرحال خداوند را خدمت میکنم. بنابراین اجازه بدید شروع کنم با خواندن اعلام کردن قسمتی از کلام خدا در اشعیا 55 10 و 11. ما نکات و قسمتایی از کلام خدا را که مناسب و در خال جلسمون هست مورد بررسی قرار میدهیم. و چنان که باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا بر نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند میسازد و برزگر را تخم و خورنده را نان میبخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر نخواهد برگشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. آمین. و حالا عنوان اولین قسمت اینه: بنا کردن روی صخره. این مورد اولین چیزی است که قصد داریم مورد بررسی کتاب قرار دهیم. کتاب مقدس الگویی است از بهترین تعالیم و اصول گوناگونی که از تعالیم دنبال می کند. به طور طبیعی شما با چیزها و مطالب قابل فهمی کارتان را در ارتباط با مردم شروع می کنید و در ادامه اونها را به طرف مسائل نامشخص و نامعلوم هدایت می کنید. شما هرگز با مسائل نامشخص و گنگ توضیحتان را شروع نمی کنین، بلکه ما مسائل روشن و قابل فهم و سپس پیش میرین و نکات نامعلوم را مورد بررسی قرار میدین. معمولا یکی از روش‌های کتاب مقدس اینه که تمام تجربه ها و فعالیت‌های گوناگون و ساده روزانه را در ارتباط با امور و مسائل روحانی مورد توجه و بررسی قرار دهد. کتاب مقدس به کشاورزی اشاره میکند که بذر میکارد، در مورد ماهیگیری صحبت میکند که ماهی گیره، به سربازی که زرهش را میپوشه اشاره میکند و سپس در قسمت دیگری کاملا متفاوت در مورد عروسی صحبت میکند که خودش را برای عروسی آماده میکند. اینها فقط نمونه های از این اصولن. اما چیزی را که من به طور خاص میخوام روی آن متمرکز بشم ساختن یا بنا کردن ساختمانه. من فکر میکنم که این تصور و نمونه در ارتباط با زندگی مسیحی به دفعات بسیار بیشتر از نمونه ها و تصاویر دیگر در کتاب مقدس استفاده شده. بنابراین در ابتدا برمیگردیم به رساله یهودا آیات 20 و 21، کلامی که توصیه و سفارشی است به ما ایمانداران. اما شما ای حبیبان خود را به ایمان اقدس خود بنا کرده و در روح القدس عبادت نموده خویشتن را در محبت خدا محفوظ دارید. بنابراین در این آیات کلام خدا می‌فرماید ما باید خودمون را در مقدس‌ترین ایمان بنا کنیم. در توصیه‌های داده شده در کلام این یکی از روش‌ها در بنا نمودن ساختمان مجازی خود است. ما مسئول بنا نمودن خود هستیم. سپس در افسوسیان باب 2 آیات 21 و 22 کلام خدا در مورد هیکل یا مقدس چنین صحبت می کند: و در او شما نیز با هم بنا می شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. در واقع کلام خدا در مورد گروهی از جماعت مسیحیان صحبت می کند که ما هستیم که در روح القدس با هم به عنوان مکان یا خانه‌ای برای سکونت خداوند بنا و ساخته شده ایم. و سپس در اول پتروس باب 2 آیات 4 و 5 در مورد عیسی مسیح
به عنوان سنگ زنده صحبت میکنه و پتروس این چنین میگه: با نزدیک شدن به او، عیسی مسیح، یعنی به آن سنگ زنده که آدمیان رد کردند اما نزد خدا برگزیده و گرانبهاست، شما نیز چون سنگ‌های زنده به صورت عمارت روحانی بنا می‌شوید تا کاهنان مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی‌های روحانی مقبول خدا را بگذرانید. بنابراین هر یک از ما به عنوان سنگ‌های زنده هستیم که با هم در هیکل یا معبد مقدس بنا شدیم، جایی که خداوند برای سکونت به خودش اختصاص داده. سپس آخرین نمونه از کتاب اعمال باب 20 وداع پولس از رهبران افسوس است. افرادی که پولس اونها را با محبت خاص دوست می داشت. شاید به این دلیل که خدمت پولس در افسوس در مقایسه با جاهای دیگر تأثیر بسیار عالی تری داشته. در اعمال 20 در این گفتگو او دارد از رهبران وداع و خداحافظی میکنه و مستقیما اشاره میکنه که اونها هرگز در این زندگی نخواهند دید. این یک وضعیت بسیار تکانده‌ای برای همه آنها بود. قسمتی رو که میخوانم آخرین چیزی است که پولس زمان ترک کردن از اونها میخواست. اکنون شما را به خدا و به کلام فیض او میسپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمعی کسانی که تقدیس شده اند میراث بخشد. در اینجا پولس میگوید مهمترین چیزی که ما را بنا میکند کلام فیض خدا در کتاب مقدسه. در واقع پولس میگه کلام قادر است که ما را بنا کند و به ما در میان افراد تقدیس شده در عیسی مسیح میراث بخشد، البته از طریق ایمان در او. من معمار و بناکننده ساختمان نیستم، اما یک چیز را میدونم: در هر ساختمان ثابت و دائمی که ساخته شده با آجر یا سنگ یا بتون یا حتی الوار و تیر چوبی، قسمت بسیار مهم و ضروری آن پایه و اساس و بنیاد آن است و کتاب مقدس به طور خاص این موضوع رو مورد بررسی قرار میده و این مسئله اهمیت بسیار زیادی برای هر یک از ما داره. این موضوع پایه اساس درستی را به همراه دارد که چه در واقع پایه اساس هر ساختمانه که میزان ارتفاع اون را مشخص میکنه، هم سایز، اندازه اون را، هم حجم و سنگینیش را. در حقیقت پایه و اساس حد و حدود را قرار داره و مشخص میکنه. این مسئله واقعی و جدی در زندگی یک مسیحی است. حقیقت اینجاست که تو نمیتونی بیشتر از آنچه که پایه و اساس زندگیت برات امکان پذیر میکنه زندگی مسیح پر از موفقیتی را بنا کنی. در واقع فقط یک پایه و اساس قابل و شایسته و کافی وجود دارد و آن یک شخص است، شخصی شایسته و کامل، یعنی عیسی مسیح. پولس در رساله خودش بر کلیسای قرنتوس از دو استعاره استفاده می کند. او اینگونه می نویسد در اول قرنتیان باب 3 ابتدا به یک استعاره کشاورزی اشاره می کند، بعد میره روی یک ساختمان مجازی. در آیه 9 این چنین میگه: زیرا ما همکاران خدا هستیم، یعنی ما با خدا کار میکنیم. شما مزرعه خدا هستید. این یک استعاره کشاورزی است و شما معبد و هیکل خدا هستید و این یک استعاره ساختمانی است و به ساختمان مجازی اشاره میکند. بر حسب فیض خدا که به من عطا شد تا به عنوان استاد حکیم و بنا کننده، در زمان یونانی کلمه معمار را به کار میبرد، من پایه اساس را نهادم و دیگری روی آن بنا میکند. اما هر کس باید آگاه باشد که چگونه میسازد، زیرا هیچ کس بنیاد دیگری نمیتواند بنا نهاد جز آن که بنا نهاده است، یعنی عیسی مسیح. بنابراین پولس میگه تنها یک پایه و اساس برای زندگی مسیح وجود دارد و آن خود عیسی مسیح است و چیزی که بر روی این پایه و اساس بنا نشده در سختی ها و آزمایشات دوام نخواهد آورد. درک این مهم برای هر کدام از ما بسیار حیاتی و ضروری است که ارزیابی کنیم زندگی ما بر روی چه چیزی بنیاد نهاده شده. آیا ما حقیقتا زندگیمون را بر روی عیسی مسیح بنیاد نهاده ایم؟ آیا ما یک درک و فهم شخصی و مکاشفه خاص عیسی مسیح داریم که ما را قادر بسازد تا با او در یک رابطه صمیمی و شخصی باشیم؟ این موضوع و مسئله نهادن پایه و اساس در عیسی مسیح بی نهایت مهم است
و حالا میخوام به این مهم بپردازم که ما چگونه میتوانیم این پایه اساس رو در زندگیمون داشته باشیم. البته که این پایه و اساس عیسی مسیح در زندگی ماست. دوست دارم هر کدام از شما را تشویق کنم که زندگی شخصیتون را مورد بررسی قرار دهید. تجربه روحانی و وضعیت روحانیتون را چک کنید و ببینید که آیا واقعا شما در ارتباطتون با پایه اساس که همان عیسی مسیح هست درست و صادق هستید. میخوام برگردم به متی باب 16 برای بررسی بعضی از تعالیم اساسی در اینجا. ببینید در این آیه 12 به بعد عیسی به شاگردانش میگوید و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلیپوس رسید از شاگردان خود پرسید مردم مرا که پسر انسانم که می‌دانند؟ گفتند بعضی یحیای تعمید دهنده، بعضی الیاس، بعضی ارمیا یا یکی از انبیا. ایشان گفت شما مرا که می‌دانید؟ و شمعون پتروس در جواب گفت تویی مسیح پسر خدای زنده. اون لحظه یک حساس و سرنوشت ساز در زندگی پتروس و کل تاریخ مسیحیت بود. تو مسیح هستی، ماشیه، پسر خدای زنده. و عیسی در پاسخ به او گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این حقیقت را بر تو آشکار نکرده بلکه پدر من که در آسمان است. و من نیز به تو میگویم تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم و یا قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. بنابراین عیسی از گفتگوی پیش آمده با پتروس برای مشخص کردن و اثبات رساندن تنها راهی که ما میتونیم پایه و اساس زندگیمون را بر آن بنیاد کنیم استفاده میکنه و آن عیسی مسیح است. در ابتدا لازم میبینم در مورد بعضی از کلمات استفاده شده توضیح بدم. در آیه 18 عیسی میگه تو هستی پیتر و در یونانی میگه پتراس و برای این صخره در یونانی میگه پترا کلیسای خود را بنا میکنم. بارها این موضوع گفته شده که پتروس پایه و اساس کلیساست. اگر واقعا این چنین می بود باید بگم آن ساختمان بسیار ارزان و نااستواری میشد، چون که عیسی کمی بعد او را به شدت توبیخ کرد و گفت از من دور شو تو ای شیطان. همچنین او بعدها 3 بار عیسی خداوند را انکار کرد. حتی بعد از قیام عیسی مسیح پولس رسول پتروس را توبیخ کرد، چون به خاطر ترس از رسولان ارتباطش را با خیر یهودیان قطع میکند. بنابراین من خیلی خوشحالم و شکرگزارم که کلیسای خداوند روی پتروس بنا نشده. پس از این عبارت چه چیزی نمایان حاصل میشه؟ چیزی که به روشنی در اسناد شواهد اصلی یونانی در دست ماست این است که تو پتروس هستی و برای این صخره پترا کلیسای خود را بنا خواهم کرد. پتروس در زمان یونانی یعنی سنگ و یا در نهایت یعنی یک سنگ گرد و معنی دیگری از آن ندارد. به طور طبیعی این میتونه یک جور سنگی باشه که مردم اون رو برای سنگسار کردن دیگران استفاده میکنند و از طرف دیگر پترا یعنی یک صخره تیز و ناهموار که روی سنگ بستر قرار گرفته. به دفعات از پرتگاه یا صخره استفاده شده یا چیزی در همین مقیاس. اما مهمترین چیزی که باید به خاطر داشته باشیم قسمت سنگ بستر است. سنگ بستر یا سنگ زیرین چیست؟ این فقط چیزی است که پتروس داشت به وسیله اون پیش میرفت برای تشخیص و درک عیسی که او حقیقتاً کیست و این حقیقت فقط با روح القدس مکشوف شد. هیچ کس واقعا نمیتواند به شخصیت الهی عیسی مسیح پی ببرد مگر اینکه خدای پدر با قوت روح القدس آن را مکشوف سازد. بنابراین سنگ زیرین یا سنگ بستر که ایمان مسیح بر قرار بگیرد این یک رویارویی و تجربه شخصی با عیسی است. این یک مکاشفه و ملاقات شخصی با عیسی است، نه به عنوان پسر نجار، نه به عنوان یک تصویر و شخصیت تاریخی، بلکه به عنوان پسر ابدی و جاودانی خدا. بنابراین اگر مایلیم که روی صخره بنا کنیم باید یک چنین شناخت و مکاشفه‌ای از عیسی مسیح داشته باشیم، همان تجربه ای را که پتروس در شناخت عیسی مسیح به دست آورد ما نیز باید در زندگی تجربه کنیم. من بارها به مردم گفتم تو میتونی به کلیسا ملحق بشی، با این مراسم مذهبی بری،
میتونی کتاب دعا و غیره بخونی و چیزی عوض نشه. اما اگر تو حقیقتا با عیسی مسیح روبرو بشی، اون شخص رو تجربه کنی، متحول خواهی شد. هر کدام از ما لازم است از خود بپرسیم آیا من تا به حال واقعا این تحول عمیق درونی و عوض شدن زندگی شخصی رو در ملاقات با عیسی مسیح تجربه کردم؟ دوست دارم 4 مرحله پی در پی را که پتروس در ملاقات رویارویی با عیسی مسیح از آن عبور کرد با شما در میان بگذارم. اول از همه رویارویی یا برخورد با عیسی. عیسی و پتروس یکدیگر را رو در رو ملاقات کردند و بین آنها واسطه‌ای نبود، نه شبانی نه هیچ شخص دیگری در میان آنها نبود. اون یک ملاقات شخصی و مستقیم با عیسی مسیح بود. این چیزی است که هر یک از ما باید تجربه کنیم. عیسی گفت من در هستم، هر که از من داخل شود نجات خواهد یافت. تنها یک راه برای وارد شدن به ملکوت خدا وجود دارد و آن هم از طریق یک در است. آن در کلیسا نیست، در انجام مراسم مذهبی نیست، در عیسی مسیح است که گفت من در هستم. دومین رویارویی پیروی کردن یا مکاشفه بود. این مکاشفه از طریق خدای پدر به وسیله روح القدس عطا شده بود. عیسی گفت جسم و خون این را بر تو آشکار نکرده. تو هرگز نمیتوانی با عقل و منطق و احساس خودت به این مکاشفه برسی. یک مکاشفه روبرو باید صورت بگیرد. دوباره تکرار میکنم، این مکاشفه بسیار سروریز. هیچ کس نمیتونه بدون مکاشفه شخصی عیسی را آنطور که هست در مقام پسرخواندگی جاودانی بشناسد. تو میتونی الهیات بخونی، میتونی به مدرسه کتاب مقدس بری، حتی میتونی یک خادم بشی، اما بدون این مکاشفه شخصی تو هرگز نمیتونی عیسی را بشناسی. این مکاشفه از طرف خدای پدر توسط عیسی مسیح پسر میاد. اجازه بدین سوالش رو بپرسم، اما من پاسخ ندین. آیا این رویارویی و ملاقات شخصی را با عیسی مسیح داشتین؟ من داشتم. بیشتر از 50 سال پیش در جنگ جهانی دوم در ارتش در اتاق پادگان در اواسط شب با عیسی مسیح خداوند ملاقات کردم. هیچ شناخت عقیدتی یا تعالیم خاصی نداشتم. اصطلاحات بشارتی را نمیدونستم. نمیتونستم بگم که نجات یافتم و تولد تازه دارم. همه آنها را بعدا یاد گرفتم، اما میخوام به تو بگم عوض شده بودم. از ریشه به طور عمیق متحول شده بودم. منظورم این نیست که کامل شده بودم. اجازه بدین در حضور شما اعتراف کنم همچنان کامل و عالی نیستم، اما عوض شده بودم در مسیر بهتر شدن. سپس ما باید شهادت بدیم و اعلان کنیم آنچه را که روح القدس به ما نشان داده. ما باید بگیم بله، ایمان دارم، میپذیرم. ما باید یک واکنش و پاسخی از خودمون نشون بدیم. خود به خود انجام نمیشه. اون میخواهد چیزی در ما اتفاق بیفته. 4، ما باید ایمان خود را به عیسی مسیح در حضور همگان اعلان کنیم. این همان چیزی است که پتروس با دریافت مکاشفه از عیسی انجام داد. پتروس در حضور همگان اعلام کرد تو مسیح هستی، تو ماشیه موعود هستی. گاهی میشنوم مردم در مورد ایمانداران مخفی صحبت میکنن و من اعلام میکنم که آنها ایمانداران مخفی هستند. مخصوصا در کشورهایی که معرفی اعلام کردن خود به عنوان ایمانداران مسیحی میتونه شخص رو تا مرز مرگ برسونه. من فکر نمیکنم که کسی بتونه برای همیشه ایمانش رو مخفی نگه داره و ایماندار مخفی باقی بمونه. اجازه بدین آنچه را که عیسی در متی 10:32 و 33 گفت برای شما بخوانم. هر کس آیات 32 و 33 هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را انکار خواهم کرد. بنابراین عیسی در این مسیر ویژه و خاص به شما 3 تا انتخاب نمیده، فقط 2 تاست. یا اینکه اعتراف میکنی یا انکار. اگر شما در شرایط خاص از اعتراف کردن ایمانتون بر نیاین و شکست بخورین، شما تحت تاثیر روح انکار هستین. بنابراین هر یک از ما ممکنه گاهی در شرایطی خاص قرار بگیریم
که لازم باشه به روشنی ایمانمون را به عیسی مسیح خداوند در حضور همگان اعلام کنیم. برای بسیاری این لحظه بحرانی است. زمانی که سالها پیش در ارتش ایمان آوردم، متوجه شدم بهترین چیز در اینجا اینه که اجازه بدم همه در ابتدا بدونن که من یک ایماندار هستم. این باعث میشه که تو به زندگی گذشتت بر نگردی و بهشون نگی فراموش کردم چیزی را به شما بگم. اما من در آنجا کاری انجام دادم که یک عمل مذهبی نبود. هر شب در هر کجای پادگان که بودم در کنار تختم زانو می زدم و دعا می کردم. این حرکت به دیگران نشون میداد که این چه جور شخصیه که شما باش سر و کار دارید. این خیلی راحت و آسون بود که اونا بفهمند من یک ایمان دارم. من اونجا مسیحیان دیگری را میدیدم که دایما چرت و پرت میگفتن و در مسیر درستی نبودن که بتونن بگن به چه کسی ایمان دارند. بعداً برای اونها خیلی سخت بود که به عقب برگردن و اعتراف درستی را از ایمانشون داشته باشند. بنابراین میخوام به شما بگم لازم نیست در گوشه خیابان بایستید و موعظه کنید. نیازی نیست که حتما یه واعظ یا خادم باشید. میتونید زن خانه‌دار باشید، دانشجو باشید، اما هر جا هستید اجازه بدید مردم بدونن که شما به عیسی مسیح ایمان دارید و او پسر خداست. حالا اجازه بدین 4 مرحله پی در پی در این رویارویی و ملاقات را که بسیار اساسی است جمع‌بندی کنم، چون این چیزی است که ما باید بدونیم چگونه میتوان پایه اساس عیسی را در زندگیمون قرار بدیم. اول از همه رویارویی و ملاقات بود. دوم مکاشفه‌ای که از طرف خدای پدر توسط روح القدس عطا میشه. سوم پتروس در پاسخ با اعلام کردن واکنش نشان داد و چهارم او در حضور همگان نیز اعتراف کرد. و حالا میتونی بپرسید، حتی همه میتونن بپرسن، آیا یک چنین مکاشفه‌ای امروز هم امکان پذیره؟ آیا این ممکنه بر افراد مثل من و شما که عیسی را واقعا اونطور که هست بشناسیم و شخصا اون کاری را که انجام بدیم پتروس و سایران انجام دادن؟ ما نیاز داریم 2 چیز مهم را ببینیم. اول از همه عیسی به عنوان پسر نجار برای پتروس مکشوف و آشکار نشده بود. عیسی برای او به عنوان پسر خدا، پسر جاودانی خدا آشکار شد. کلام خدا در عبرانیان 13:8 میگوید عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابدالآباد همان است. هیچ چیز در او عوض نشده و هرگز عوض نخواهد شد. بنابراین سوال و صحبت در مورد زبان یا فرهنگ یا لباس پوشیدن نیست، بلکه در مورد شخصیت الهی و جاودانی عیسی مسیح است. همون چیزی که پتروس برای اولین بار در زندگیش باش روبرو شد و ملاقات کرد. او واقعا از شخصیت الهی عیسی مسیح مکاشفه یافته بود. دوما این مکاشفه توسط روح القدس عطا شده بود. کتاب مقدس روح القدس را به عنوان روح ازلی و ابدی و خارج از زمان معرفی می کند. زمان و زبان، مدل، رسم، رسومات، فرهنگ، تاریخ، هیچ چیزی دیگری نمیتونه روح القدس رو تغییر بده. بنابراین به این 2 دلیل برای من و شما نیز ممکنه و ما هم میتونیم مستقیما این مکافاه شخصی رو از عیسی داشته باشیم. دقیقاً به هم شکل و روشی که برای پتروس پیش آمد. اولا چون که او پسر ازلی و ابدی خداست. دوم روح القدس روح ازلی و ابدی است، شخصی که برای پتروس آشکار کرد. و حالا به موضوع مهم و عملی بعدی میرسیم. آیا شما پایه اساس رو قرار دادید؟ برای بنا کردن روی اون به چه شکلی پیش میرید؟ حتما اون استعاره‌ای رو که در مورد ساختمان مجازی استفاده کردیم به یاد دارید. ما همش در مورد ساختمان و بنا کردن صحبت میکنیم. بنابراین مسئله عملی و بسیار ضروری و مهم بعدی اینجاست. به چه شکلی، چگونه روی این پایه اساس بنا میکنیم؟ میخوام به یکی از داستانهای عیسی اشاره کنم که در پایان متی باب 7 صحبت کرد. مرد احمق و مرد حکیم، هر دو آنها خونه ساخته بودند، اما در مسیر و شکل متفاوت. شروع میشه در متی باب 7 آیه 24. پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر روی سنگ بنا می کند. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، خراب نشد، زیرا بنیادش بر سنگ بود. اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند همچون مرد نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کند. چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد، ویران شده و ویرانیش عظیم بود.
در ابتدا این خیلی مهمه که ببینیم هر دوی اون خونه ها در معرض یک آزمایش بودند. معمولا هیچ خانه نیست که در شروع بدون هیچ آزمایشی ساخته شده باشد. همان طوفانی که به یک خانه برخورد میکند به خانه دیگر هم اصابت میکنه. اجازه بدین به شما بگم زندگی مسیحی آزاد و خالی از طوفان نیست. شما در این دنیا از میان طوفان‌ها عبور میکنید. خداوند هرگز ضمانت نکرده که طوفانی نخواهد بود. در حقیقت پولس و برنما بر کلیسای اولیه میگفتند برای ورود به ملکوت باید از میان دردها و مشکلات فراوان عبور کنیم. اگر شما در مسیری هستید که خالی از درد و رنجه، این واقعا سوال برانگیزه که آیا به درستی دارین به سمت ملکوت خدا پیش میرین؟ زیرا اون چیزی است که پولس میگه برای ورود به ملکوت باید از میان دردها و مشکلات فراوان عبور کنیم. حوزه بحث و صحبتمون این نیست که توضیح بدیم چرا باید ورود ملکوت از میان دردها و مشکلات باشه، اما باور کنید که خداوند در این امر هدفی دارد. اگر در حال حاضر دارین از میان دردها و سختی‌ها عبور میکنید، تسلیم نشین. خداوند شما را عبور خواهد داد و در پایان متوجه خواهید شد که او چه معامله با شما کرده و چه چیزایی را شما یاد داده که هیچ وقت نمیتونستید از طریق دیگه یاد بگیرید. بنابراین مرد حکیم خانه را چگونه بنا میکند؟ به سادگی از دو طریق: با شنیدن و انجام دادن کلام عیسی و کتاب مقدس. شما چگونه روی این پایه اساس بنا میکنید؟ تنها از همان طریق ذکر شده، آنچه را که کلام خدا کتاب مقدس میگوید بشنویم و آن را انجام دهیم. فقط یک شنونده نباش، چون که کتاب مقدس برای شنوندگان وعده‌ای ندارد، بلکه برای شنوندگان و عمل کنندگان. این مهم مستلزم تمرین است. یعنی در زندگیت دائما باید مشتاق و جویای تعلیم کتاب مقدس و تعالیم عیسی باشی و همینطور که در این مسیر پیش می روید این را خواهید فهمید که خداوند دائما قسمت‌های تازه‌ای را برای شما باز و مکشوف می کند، چیزها و مکاشفاتی را که شما برای به کار بردن حقیقت نیاز دارید. میخوام به شما بگم بیش از 50 ساله که مسیحی هستم، اما خداوند دائما برای به کار بردن کلامش راههای تازه‌ای رو به من نشون میده. ساختمان من هنوز کامل نشده، اما تا حدودی ساخته شده. من از خداوند سپاسگزارم که ساختمان من به دفعات از میان طوفان‌ها با موفقیت عبور کرده. و حالا داستان دیگری از عیسی است در لوقا باب 6 که این هم خیلی شبیه به داستان قبلی است، اما یک مورد مهم اینجا دیده میشه. برای لحظات به کتاب لوقا باب 6 برمیگردیم، از آیات 46 تا 49 و دوباره اینجا عیسی است که صحبت میکنه و میگه چگونه است که مرا سرورم میخوانید اما با آنچه میگویم عمل نمی کنید؟ این یک سوال بسیار مهمه. اگر از کلام عیسی اطاعت نمی کنی، بیهوده است که او را خداوند خطاب می کنی. اگر او را خداوند و سرورم خطاب می کنی، معنیش اینه که او شخصیه که باید مطیعش باشی. عیسی گفت برحذر باشید از این اعترافی که فقط زبانی است و هیچ تأثیری در شیوه زندگی شما ندارد. و عیسی با این داستان ادامه میده: آنکه نزد من آید و سخنان مرا بشنود و به آن عمل کند، به شما مینمایم به چه کس میماند. او کسی را میاند که برای بنای خانه‌ای زمین را گود کند و پی خانه را بر صخره بنا نهاد. چون سیل آمد و سیلاب بر آن خانه هجوم برد، نتوانست آن را بجنباند، زیرا محکم ساخته شده بود. اما آنکه سخنان ما را میشنود ولی به آنها عمل نمی کند، کسی را ماند که خانه‌ای بدون پی بر زمین ساخت. چون سیلان بر آن خانه هجوم برد، در دم فرو ریخت و ویرانی عظیم بر جای نهاد. اینجا در لوقا مسئله مهمی اضافه شده که در متی ذکر نشده. به این فکر میکنم چه تعداد از شما این مهم را دیدید. در مورد شخصی میگه مردی که زمین را کنده بود تا پی خانه را بر سنگ بستر یا همان صخره قرار دهد. او با کندین از زمین داشت قبل از که ساختمان را روی صخره یا سنگ بستر بنا کند، چیزهای اضافی زیادی را از سر راه بیرون میریخت. این در مورد بسیاری از ما حقیقت داره و صدق میکنه. چیزهای اضافی زیادی در زندگیمون وجود داره که قبل از رسیدن به صخره باید بیرون بریزیم. همچنین آنهایی که در فرهنگ و خانواده‌های کاملا غیر مسیحی رشد کردن، آنها هم باید چیزهای زیادی رو از زندگیشون حذف و ریشه‌کن کنن. میخوام 5 چیزی رو با شما در میون بگذارم که نیاز داریم از بیخ و بن بیرون آورده و دور کنیم.
اول رسوم یا سنت هاست. البته همه رسوم بد نیستند، بعضی از سنت‌ها خوبند. من نمیخوام تمام رسم و رسوم را دور بندازیم، اما عیسی به مردم زمان خودش اینطور گفت: با رسومتون قدرت کلام خدا را در زندگیتون بی اثر میکنید. و در واقع با آنها میگفت شما به سنت‌ها ایمان دارید و بر طبق اونها عمل میکنید که اونها در مسیر کلام خدا نیستند. بر طبق مشاهدات هم باید بگم عیسی میخواد که دقیقاً همون مطلب را به یهودیان فعلی هم بگه. با رسومتون قدرت کلام خدا در زندگیتون بی اثر میکنید. بیایید در این مورد فقط به یهودیان نگاه نکنیم، زیرا واقعیت اینجاست که در زمینه و پیشین بسیاری از ما مسیحیان سنت‌های به ما ارث داده شده، روش‌های عملکرد و رفتارمون، کارهایی که انجام میدیم، کلماتی رو که بر زبان میاریم که اونها لزوما در مسیر کلام خدا نیستن. ما باید با دقت خودمون رو تفتیش کنیم. من قصد ندارم دیدگاه و عقاید شخصی خودم رو اضافه کنم که در این صورت تعداد زیادی برای مطرح کردن وجود دارد. دومین چیزی که ما نیاز داریم از زندگیمون حذف بشه تعصبات ماست. مطمئنا کسی اینجا نیست که هرگز نسبت به چیزی تعصب نداشته. ممکنه شما از اونها آزاد شده باشید، نمیدونم، اما تعصبات بسیار گوناگونی وجود دارند. تعصبات نژادی زیادی وجود دارد. متاسفانه دنیا امروز پر از تعصبات نژادیه. ما میدونیم در کشورهای مثل آفریقای جنوبی تغییرات زیادی صورت گرفته، اما اجازه بدین اضافه کنم گاهی مسئله به قدری مخربه تا جایی که به طور حتم تعصبات نژادی مانع حضور یافتن افراد زیادی در کلیسا میشه. تفکر و موضوع ناراحت کننده این است، اما اونجا تنها جایی نیست که تعصبات نژادی وجود داره. ایالات متحده آمریکا پر از تعصبات نژادی بوده و همچنان امروزه نیز در بسیار از جاهای اون وجود دارد. من از پیشینه و زمینه انگلیسی هستم. اجازه بدین بگم مردم انگلیس هم تعصبات خاص خودشون رو دارند. من با خیلی از اونها رشد کردم. برای رهایی از بسیار از اونها من عمیقاً درون خودم رو تفتیش کردم. خانواده خود من از زمینه هندی هستند. تمام اجداد من با اجبار انگلیسی ها در هند خدمت کردند. به یاد دارم وقتی که تقریباً 18 سالم بود، هنگام ناهار معصومانه میگفتم نمیدونم چرا ما نمیتونیم یک هندی رو به ناهار دعوت کنیم. واکنش وحشتناکی رو در خانواده ما به همراه داشت و خودم فکر میکردم دلیل این کار چی میتونه باشه. بعدم فهمیدم این یک نوع تعصبه. باور کنید با انسانهای متفاوت زیادی از زمینه نژادی مختلف برخورد کردم، اما تعداد کمی از آنها واقعا از این تعصبات نژادی آزاد بودند. نمونه دیگر تعصبات فرقی و مذهبی است. بدون شک بسیار از ما واکنش منفی فرقی را نسبت به بعضی از چیزها و افراد نشان دادیم. همسر اول من که در حال حاضر در حضور و پیش خداست دانمارکی بود. او در یک کلیسای لوتری دانمارکی رشد کرده بود. یک روز او کاری انجام داد که از نظر اونها کار بسیار ناراحت کننده بود. او به عنوان یک ایماندار تعمید داشت که در دانمارک اون رو گینکرکر خطاب میکنند، یعنی کسی که برای بار دوم تعمید گرفته. در مورد او، چون که او در مدارس دولتی دانمارکی معلم بود، کارش به مجلس کشید که اونا مشخص کنن که میتونه معلم بمونه یا نه. باید بگم همسرم واقعا تا آخرش نبرد با کلیسای لوتری رو ادامه داد. در موردش قضاوتی نمی کنم. این یک نقطه ضعف در او بود. اما من یاد گرفتم وقتی در مورد افراد میشنوم که یقینا به فرقه خاصی تعلق دارند رفتار مناسبی نشان بدم. بدون ملاقات با آنها قضاوت نکنم و بگم اصلا اونها در اشتباهند و الی آخر. این برخورد مناسبی نیست. تجربه به دفعات به من یاد داده در مورد افرادی که نه دیدی و نه چیزی دید، در مورد شنیدی داوری و قضاوت نکن. من افرادی را ملاقات کردم که در گذشته فکر می‌کردم از زمینه فرقی اشتباهی هستند، اما اونها از دوستین افرادی بودند که من میشناختم و همچنین افرادی که در گذشته فکر می‌کردم از زمینه‌های صحیح هستند، بعداً پی بردم از زمینه‌های غلطی بودند. بنابراین لطفاً به هیچ شکل وارد تعصبات فرقه‌ای نشین و راهی را برای او باز نکنید. نمونه دیگر از تعصبات اجتماعی است. دوباره خودم نمونه هستم از شخصی که از زمینه تعصبات اجتماعی میام. حتی متوجه تعصب خودم نبودم. در این حال شخص تحصیل کرده از دانشگاه کمبریج انگلیس بودم. من فقط نمیدونستم که چطور و چگونه سایر مردم دنیا زندگی کردند و میکنند. بعد از اون که وارد ارتش انگلیس شدم، با انسان‌های مختلفی در ارتباط بودم که در گذشته ارتباطی نداشتم. سپس شروع کردم به درک این موضوع که چقدر شناخت من از مردم کشورم ضعیف و محدوده.
خدا را برای اون تجربیات 5 ساله و نیم در خدمت ارتش انگلیس شکر میکنم. اون دوره من از بسیاری تعصبات اجتماعی پاک کرد. من از خانواده افسران بودم و همیشه سعی میکردم در اون سطح باشم و وقتی که در اون سطح و طبقه نبودم چیزی یاد گرفتم. اما شما افرادی رو از یک سطح و طبقه میبینید، اونها یک جوری به نظر میان، اما وقتی که اونها رو از سطح پایینتر میبینید اونها متفاوت به نظر میان. از اون وقت گاهی به خداوند میگفتم خداوندا، از دید افرادی که ممکنه پایینتر از من چه هستم ببینن چطور به نظر میان. بنابراین تعصبات گوناگونی وجود دارد. همچنین تعصبات شخصی وجود دارد. مثلا بعضی افرادی رو که با صدای بلند صحبت میکنن دوست ندارند، بعضی افرادی رو که موهای قرمز دارند دوست ندارند. تعصبات احمقانه متفاوتی وجود دارد که بیشتر ما داریم. خود من نسبت به افرادی که سیب را گاز میزنند تعصب به حساسیت خاصی دارم. من واقعا با این مسئله میجنگم، اما این مسئله همچنان در پیش زمینه شخصی من وجود دارد، چون واقعا صدای قاچ خوردن سیب را دوست ندارم. به جلوتر پیش بریم. مسئله دیگر پیشپندارهاست. افرادی که دیدگاه کاملا اشتباهی نسبت به عیسی دارند. عیسی مهربان، بردبار و متین، آرام. در واقع اون عیسی که در جشن کریسمس میبینیم عیسی واقعی نیست. عیسی شخصی کاملا متفاوت از اینها بود. او بسیار مستعد و تکان دهنده بود برای از برد بودن تعصبات و پیشپندارهای اشتباه. ما میتونیم به گونه‌های مختلفی از این پیشپندارهای اشتباه در خودمون داشته باشیم. آیا میدونید این پیشپندارها در یک مسیح میتونه شبیه به چی چیزی باشد؟ رشد کردن مثل خود من در پیش زمینی که قبلا اشاره کردم. با خودم فکر میکردم بسیار خوب، اگر من بخوام مسیح بشم برای تمام عمرم بیچاره خواهم شد. آسمان ارزش 70 سال بدبختی و فلاکت روی زمین رو نداره. بنابراین تمام امکانات و شرایطی را که میتونستم مسیح باشم را از بین بردم و حذف کردم تا زمانی که با عیسی ملاقات کردم. سپس مسئله دیگه وجود داره که اون هم به نوبه خودش بسیار بسیار خطرناکه. آن بی‌ایمانی و ناباوری است. گاهی اوقات وقتی که میخوام برای تدریس جایی برم، دیگران رو به اتفاق خودم متحد تشویق میکنم تا قبل از جلسه بی‌ایمانی و ناباوری رو نهیب بدیم و از جلسه دور کنیم. سپس جلسه رو شروع میکنیم، چون که بسیار از ما ایمانداران در قسمت‌های گوناگونی همچنان با بی‌ایمانی احاطه شدیم. افکار و قلب ما گاهی واقعا برای ایمان باز نیست. در پایان من فکر میکنم مهمترین اینها شورش و یاغیگری است. میتونید بگی بسیار خوب برادر پرینس، من یک شورشی نیستم، و من به شما میگم اتفاقا شما هستید. اگر تا به حال متوجه این نشدید، پی خواهید برد که هستید. در واقع من قصد ندارم وارد الهیات این موضوع بشم، اما هر انسان با شورش و یاغیگری که در آدم هست به دنیا اومده. ما باید اون را در درونمون شناسایی و با آن برخورد کنیم. فقط خدا یک چاره و درمان برای شخص شورشی دارد. میدونید اون چیه؟ اعدام. بله درسته. خداوند عیسی را همینطوری به دنیا نفرستاد. خداوند قوانین طلایی رو به او نداد تا همراه خودش بیاره. کلام گذشته رو به او یادآوری نکرد که همونا رو مجددا بیاره، بلکه او را به مرگ سپرد و این نام رحمت خداست که نزدیک به 2000 سال پیش جایگزین ما شد. زمانی که عیسی مسیح بر صلیب جان داد، شخصیت کهنه و شورشی ما با او مصلوب شد. ما باید به جایی برسیم، جایی که حضور اون یاغی رو در خودمون تشخیص بدیم و او رو مشتاقانه به مرگ تسلیم کنیم. و حالا به مسئله کتاب مقدس میرسیم، زیرا که این موضوع مهمتر از هر چیز دیگری در زندگی یک مسیحی است. طرز تفکر تو نسبت به کتاب مقدس چیه؟ آیا نگرش تو مثل طرز فکر عیسی نسبت به کتاب مقدسه؟ و حالا میخوام که قسمت از کلام رو در انجیل یوحنا با هم ببینیم. باب 10 آیه 35. قصد ندارم به کل متن اشاره کنم چون که این زمان زیادی را میگیره. عیسی گفت پس اگر آنانی را که کلام خدا به ایشان نازل شد خدایان خوانده شدند، ممکن نیست که کلام محو گردد. این آیه بسیار مهم و پرمعنی است، چون که در اینجا عیسی دو عنوان عمده و اصلی را برای کتاب مقدس استفاده می‌کند: کلام خدا و نوشته‌های کتاب مقدس، مکتوبات. منظور جایی است که میگوید مکتوب است. وقتی که کلام خدا خطاب میشه، معنی کلام خدا اینه که ناشی از خدا و از جانب خداست، از جانب انسان نیست. اما این کلامی است که از طرف خدا فرستاده شده. عبارت یا اصطلاح مکتوب است عبارت محدودی است. معنیش اینه که آن موضوع نوشته شده و به نوعی قرار داده شده، قرار گرفته. در واقع خداوند چیزهای زیادی گفته که همه اونها نوشته نشده و به شکل مکتوب در نیامده. اما با صلاح دید الهی کتاب مقدس شامل مطالبی است که خدا گفته، چیزایی که خدا نیاز میدید نوشته بشه و به شکل مکتوب قرار بگیره، به صورت کتبی در دستش باشه، و این چیزی است که مکتوب است یا کلام خدا خوانده میشه.
و در رابطه با این عیسی مطلب کلی و بسیار چشمی رو بیان میکنه. کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. شما میتونید هر چقدر که بخواید دوست داشته باشین در مورد الهیات و کلام خدا بحث کنید، اما در نهایت عیسی گفته که کلام خدا هرگز محو نخواهد شد و این کلام مطلق و مقتدر است. همچنین این کلام کاملا تحقق یافته و هر چیزی که در آن کلام آمده به طور خاص به وقوع خواهد پیوست. شما میتونید مستقیما با مخالفت کنید، اون را انکار کنید، اما شما هرگز نمیتونید کلام خدا را محو کنید. در حقیقت اگر شما کلام خدا را انکار کنید، نهایتا کلام خداست که شما را خواهد شکست. کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. مایلم از شما بخوام که همگی با هم این رو تکرار کنید و به چشم هم دیگه نگاه کنید و بگید کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. بنابراین کلام خدا ثابت و تغییر ناپذیره. شما به خوبی میدونید که نظریات چرت و موزیک و عجیبی به عنوان انتقاد در ارتباط با مطالبی که تا مقدس گفته شده، انتقاداتی که تلاش بر اینه که کلام خدا را بیخود و بی اثر جلوه بده. اگر ارواح شریر بخوان تنها یک کار در زندگی من و تو انجام بدن، اینه که ایمان ما را نسبت به اقتدار و درستی کلام خدا تضعیف کنند. اما اگر شبیه به عیسی مسیح هستیم، به راحتی میگیم کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. شنیدی من و شیطان؟ کلام خدا هرگز محو نخواهد شد. بسیار خوب. مطلب بعدی را که قصد دارم به اون بپردازم اینه که تنها کتاب مقدس کلام خدا نیست، خود عیسی مسیح نیز کلام خداست. این موضوع در 2 جای مختلف در انجیل آمده. اول در یوحنا 1:1 این آیه بسیار شناخته شده است. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. این آیه به روشنی به عیسی اشاره میکنه. او کلام بود و همچنان کلام هست. و همچنین در یوحنا 1:14 میگه و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم، جلال شایسته پسر یگانه پدر. بنابراین وقتی که عیسی به دنیا آمد او جسم گردید. گرچه فصلی رو که ما سالروز تولد عیسی را گرامی می‌داریم، اما کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. او همیشه کلام بوده. او کلام ازلی و ابدی است با خدا. و وقتی که او برگرده، آیا میدونین چطوری برمیگرده؟ آیا میدونین اسم او چه خواهد بود؟ اجازه بدین به شما بگم در مکاشفه باب 19. این مهم واقعا چشمگیر و قابل ملاحظه است. وقتی که او اولین بار اومد کلمه بود و زمانی که دوباره برگردد کلمه خواهد بود. این تصویری از عیسی که از آسمان میاد با شکوه و جلال تا ملکوتش رو بر زمین مستقر کند. مکاشفه 19:11 تا 13. و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد و به عدل داوری و جنگ می نماید و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسیار و اسمی مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمی داند و جامه خونالود در بر دارد و نام او را کلمه خدا می خوانند. این یک موضوع بسیار مهمی را نشون میده. در اینجا یک توافق کاملی است بین عیسی و کتاب مقدس. نگرش و طرز فکر شما نسبت به یکی از اینها نگرش و باوری است نسبت به آن یکی. شما نمیتونید به عیسی مسیح ایمان داشته باشین اما به طور مقدس ایمان نداشته باشین. آیا این حقیقت نظر شما را جلب نکرد؟ عیسی مسیح کلام زنده خداست. او کلمه است که جسم پوشید و همچنین مکتوب است که کتاب مقدس کلام خداست. نگرش شما نسبت به یکی از این دو دقیقاً باید همان نگرشی باشد نسبت به آن یکی. در اینجا یک توافق کامل و بی‌نظیری بین این دو وجود دارد. و حالا تقریباً داریم به پایان جلسمون نزدیک میشیم و میخوام به 5 حقیقت ضروری حیاتی کلام خدا بپردازم که شامل ارتباط شما با این مهم است. در انجیل یوحنا باب 14 آیاتی هست که عیسی در حال وداع از شاگردانش است. فقط 3 آیه است. عیسی به اونها این آگاهی را میده که تقریبا حول و حوش رفتن است و آنها برای مدت تنها خواهند ماند. برای شاگردان این زمان بسیار تکان دهنده‌ای بود. اونها با درک این مطلب به شدت در خودشون فرو رفتند. و در اواسط این گفتگو عیسی با یک مکاشفه حیرت انگیزی رو به آنها میداد. در این مورد که کتاب مقدس چه مفهومی باید برای آنها به عنوان ایماندار داشته باشد. عیسی در یوحنا 14:19 میگه
بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی‌بیند و اما شما مرا می‌بینید و از این جهت که من زنده‌ام شما هم خواهید زیست. بنابراین عیسی در این آیه یک وجه تمایزی قرار میده بین شاگردان و دنیا، یعنی اونهایی که عیسی را نپذیرفتند. عیسی گفت جهان دیگر مرا نخواهد دید اما شاگردان مرا خواهند دید. بعد از آن یهودا، نه آن اسخریوتی بلکه آن دیگری، سوال جالبی را پرسید. در آیه 22 پرسید ای آقا چگونه میخواهی خود را به ما بنمایی و نه بر جهان؟ او این را پرسید چون عیسی گفته بود جهان مرا نخواهد دید اما شما مرا خواهید دید. در واقع سوال او این بود چگونه خود را بر ما آشکار میسازین اما نه بر جهان؟ و در آیه 23 جوابی را که عیسی میده پر از حقایق بسیار مهمه. عیسی در جواب گفت اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. میخوام به 5 حقیقت مهم و حیاتی در جواب عیسی اشاره کنم. در ابتدا عیسی گفت او خودش رو به شاگردان آشکار میکنه نه بر جهان. چه علامت متمایز کننده‌ای بین شاگردان و جهان وجود داره؟ جواب نگاه داشتن و حفظ کردن کلام خداست. شاگردان حقیقی کلام عیسی را نگاه خواهند داشت. شاگردان حقیقی با برچسب‌های فرقه‌ای علامت گذاری نشدند، بلکه اونها از طریق ارتباط برقرار کردن با کلام خدا علامت گذاری شدند. این چیزی است که شاگردان را از دنیا متمایز میکنه. در غیر این صورت چیزهای دیگر مانع خواهند شد از اینکه شما یک شاگرد واقعی باشید. در واقع چگونگی ارتباط شما با کلام خداست و همچنین حفظ کردن و نگاه داشتن کلام خداست که شما را به عنوان شاگرد واقعی عیسی از دنیا متمایز میکنه. در واقع یکی از این دو مقوله شامل حال هر یک شما شرکت کنندگان در این جماعت امروز میشه. اگر ما شاگرد واقعی هستیم کلام خدا را حفظ و نگاه خواهیم داشت، اما اگر ما کلام خدا را نگاه نمیداریم متعلق به جهان هستیم. متعلق به دنیا بودن یعنی ما تحت کنترل خداوندی عیسی مسیح نیستیم. سپس دومین حقیقت است که بدان اشاره کرد. هر که مرا دوست دارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. بنابراین چگونگی و میزان نگاه داشتن کلام خدا بهترین آزمایش از عشق و محبت شاگردان است نسبت به عیسی. در حقیقت عشق و محبت زیباترین انگیزه برای اطاعت است. خیلی مهمه که این رو درک کنیم. ما ایمانداران به دلیل ترس نیست که به راغب اطاعتیم، بلکه عاشقانه راغبیم. و به طور یقین در قانون شریعت ترس تنها انگیزه برای اطاعت است. تو رو تهدید میکنه که اگر این کارو بکنی به شدت تنبیه خواهی شد و این روش مفید و سازنده‌ای نخواهد بود. من کمک کردم تا تعداد زیاد بچه‌ها در وضعیت ایمانشون بالا بکشم. بعضی از شما نمیخواید قبول کنید و من قصد ندارم وارد این موضوع بشم. من به این موضوع پی بردم وقتی که بچه‌ها تحت کنترل شما نیستن، شما به عنوان والدین برای راغب کردن اونها منظور به اطاعت از شما از ترس و تهدید استفاده میکنید. اما زمانی که اونها زندگی مستقل تشکیل میدن، اگه در گذشته ترس تنها انگیزه اونها در اطاعت شما بوده، اونها عوض شده به اشخاص دیگه تبدیل میشن. اما تنها انگیزه‌ای که اونها رو صداقت در میاره محبته. خدای پدر عیسی هر دو به اندازه کافی حکیم بودند که اطاعت رو بر مبنای ترس بنا نکنند، بلکه بر پایه عشق و محبت. هر که مرا دوست دارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. در واقع عشق بهترین انگیزه برای اطاعت است. سپس عیسی گفت هر که مرا دوست دارد کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود. و این یک حقیقت عالی است. نگاه داشتن کلام خدا باعث میشه که خدای پدر ما را با محبت خاص دوست داشته باشه. توجه کنید عزیزان، بدون شک خداوند تمام جهان را دوست داره، اما واقعیت اینه که خداوند یک حد و میزان متفاوت و محبت خاصی نسبت به شاگردان حقیقی عیسی داره، برای اونهایی که کلام او را حفظ میکنند. حالا به سوال میرسیم که یهودا از عیسی پرسید چگونه خود را بر ما آشکار خواهی ساخت و نه بر جهان؟ و جواب عیسی این بود هر که مرا دوست دارد کلام مرا نگاه خواهد داشت. بنابراین مسیح چگونه خود را بر ما آشکار میکنه؟ به وسیله کلام، به وسیله حفظ کردن و نگاه داشتن کلام خداست که او خود را بر ما آشکار میکنه و ما نیز او را بهتر خواهیم شناخت. ما میتونیم یک سری تجربه عالی روحانی داشته باشیم، حتی ممکنه به آسمان سوم صعود کرده باشیم و رویاهای خاصی دیده باشیم یا هر چیز دیگه ای، اما ممکنه اینها برای خیلی از ما اتفاق نیفته. این راه اساسی برای آشکار شدن خدای پدر و عیسی مسیح نیست.
تنها از طریق نگاه داشتن و حفظ کردن کلام خداست که پدر و پسر بر ما آشکار خواهند شد. و سپس آخرین و این یک کلام بیان حیرت انگیزی است: اگر کسی مرا محبت نماید، پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. تنها در چند جای خاص در کتاب مقدس از ضمیر جمع استفاده شده در ارتباط با خدا و این یکی از اونهاست. عیسی میگوید ما، پدرم و من نزد او خواهیم آمد و نزد او مسکن خواهیم گرفت. این یک کلام محبوب کننده و مکاشفه حیرت انگیزی است که خدای پدر و خدای پسر قصد دارند آمده و در ما ساکن شوند. اونها قصد دارند که شخصا در ما ساکن شوند. اما این چطور امکان پذیر خواهد شد؟ به وسیله کلام خدا. اگر ما عاشق، سرسپرده و مطیع به کلام خدا نباشیم، خداوند در ما سکونت نخواهند پذیرفت. بنابراین اجازه بدید با ذکر این مطلب موضوع امروز به پایان برسونم. مسئله‌ای که خیلی جدی و قابل ملاحظه است. در حقیقت شما نمیتونید خدا را بیشتر از کلامش دوست داشته باشید. بنابراین اگر واقعا میخواید بدونید که چقدر خداوند دوست دارید و او چه جایگاهی در زندگی من داره، به راحتی میتونید متوجه بشید، زیرا این که چیزی نیست که لازم باشه در موردش تفکر و تأمل کنید. میتونید از خودت سوال کنید چقدر من کلام خدا را دوست دارم و کتاب مقدس چه جایگاهی در زندگی من داره. چون که به همون نسبتی که خدا را دوست دارید نسبت به او عشق می‌ورزید. به همون نسبت و میزانی جایگاهی را در زندگیتون به خدا اختصاص خواهید داد. اجازه بدید خلاصه کنم این 5 اصل مهم گفته شده در مورد کلام خدا را چگونه حیاتی و مهم هستند. اجازه می‌خوام از هر چیزی خدمتتون عرض کنم. بسیاری از مسیحیان در یک جای تیره روشن هستند یا فضای خاکستری. اونها واقعا بین روشنایی و تاریکی نمیدونن تشخیص بدن. اونها امیدوارن، آرزو میکنن، اما واقعا مطمئن نیستن که کجا ایستادند. دلیلش اینه که اونها بهترین و مناسبترین جای زندگیش رو به کلام خدا اختصاص ندادن. اجازه بدید با یادآوری این 5 مورد تمام کنیم. اول از همه، نگاه داشتن کلام خدا شاگردان حقیقی رو از جهان متمایز و مشخص میکنه. دوم، چگونه نگاه داشتن کلام خدا بهترین آزمایش از محبت شاگردان حقیقی است نسبت به خدا. عشق و محبت باید انگیزه ما برای اطاعت کردن باشه، نه ترس. سوم، حفظ کردن نگاه داشتن کلام خدا بهترین راهی است برای شاگردان تا مورد محبت خاص خداوند قرار بگیرند. خداوند به گونه خاص شاگردان واقعی را محبت میکنه. گرچه او تمام دنیا را دوست داره، اما نسبت به شاگردان محبت ویژه را نشون میده و کسانی را که خداوند با محبت خاص دوست داره کسانی هستند که کلام خدا را نگاه میدارند. چهارم، از طریق نگاه داشتن کلام خدا و اطاعت از اون، عیسی مسیح خودش رو برای ما آشکار میسازه. اما سوال اینجا، چگونه خودت رو برای ما آشکار میسازه و نه بر جهان؟ و جواب عیسی بود: اگر مرا دوست دارید، کلام را نگاه خواهید داشت. در حقیقت کلام را نگاه دارید، خودم را بر شما آشکار خواهم ساخت. پنجمی و آخرین، از طریق نگاه داشتن کلام خداست که خدای پدر و خدای پسر آمده و در ما ساکن خواهند شد. به نظر شما آیا عالی و حیرت انگیز نیست؟ وقتی به این زون فکر میکنم شدت هیجان نفس تو سینه حبس میشه. خدای پدر و خدای پسر میخوان در ما ساکن شوند و این فقط در صورتی امکان پذیره که ما کلام خدا را نگاه داریم. اجازه بدیم با دعا به پایان برسونیم. پدر آسمانی، تو را برای کلامت کتاب مقدس شکر میکنم. مطلقاً کلام تو مقتدر و عاری از اشتباه است. کلامی که برای پای ما چراغ و برای ما نور است. خداوندا، میخوام برای تمام کسانی که اینجا حضور دارند، تمام کسانی که از هر طریقی این کلام را میشنوند و با اون روبرو میشوند، دعا کنم. ما را نمونه‌ای از شیفتگان و عاشقان کلام خود بساز و با فیض خود ما را قادر بساز تا بهترین و صحیح‌ترین جایگاه رو در زندگی به کتاب مقدس اختصاص بدیم و از این طریق اجازه بده تا شاگردان حقیقی عیسی خداوند باشیم. در نام او دعا کردم. آمین.